بررسی سینمای اصغر فرهادی رو ادامه میدیم تحت عنوان اصغر و اسکار، به دلیل اینکه آقای اصغر فرهادی موفق شدن که سرانجام برای اولین بار در سینمای ایران جایزه اسکاری رو به یک فیلم ساخت ایران اختصاص بدن و به این ترتیب مسیر دریافت جوایز مختلف داخلی و بین‌المللی فیلم خودشون، آخرین فیلم خودشون یعنی جدایی نادر از سیمین رو از سیمرغ تا اسکار آغاز کرده و به پایان بردن. نکته که در اینجا من میخواستم اشاره بکنم مربوط به این هستش که فیلم جدایی نادر از سیمین رو در آخرین رقابت‌های مهم بین‌المللی که در اون شرکت کرد، یعنی در جوایز اسکار، با فیلم دیگری که اون هم یک فیلم بین‌المللی بود از فرانسه به نام آرتیست که بهترین فیلم اسکار قلمداد شد مقایسه بکنم. در فیلم آرتیست ما مشاهده میکنیم که فیلم کاملا به صورت صامت هست، یعنی بازگشت هست به سینمای کلاسیک. همونطور که میدونید همتون سینما در ابتدا به صورت بدون صدا به تماشاگران عرضه میشده و کارهای سینماگران بسیار مشهور و مهم دنیا مثل چارلی چاپلین همه در اکثرا در دوران سینمای صامت بودن. در واقع بسیاری از مؤلفین سینما معتقدند که سینما چیزی نیست جز تصویر، یعنی صدا یک اضافه است تحمیل شده بر فیلم و تصویر و حرکت ویدئو به جای آدیو یا صدا. پس در واقع سینمای ناب و اصیل رو سینمایی میدونن که در حالت صامت خودش و بدون صدا بتونه زیبایی و تصویر رو خلق کنه. ویژگی دیگه فیلم آرتیست سیاه‌سفید بودن اونه که باز هم برمیگرده به سینمای کلاسیک و ابتدایی تاریخ 100 ساله سینما یا بیش از 100 کمی بیش از 100 ساله. و به این ترتیب میبینیم که آکادمی اسکار در یک سو فیلمی رو که صامت هست و کلاسیک هست و سیاه‌سفید هست به عنوان بهترین فیلم، کارگردانش به عنوان بهترین کارگردان، هنرپیشه مرد اول این فیلم رو به عنوان بهترین هنرپیشه مرد اول انتخاب میکنه و به اونها جوایز میده. در کنار اون فیلمی پر از دیالوگ و صحبت و حرف و حدیث آقای اصغر فرهادی یعنی جدایی نادر از سیمین رو هم به عنوان یک فیلم بین‌المللی تشخیص میده برای برترین فیلم و به اون جایزه اسکار میده. این یک کانترست و یک تضاد در درون نحوه تصمیم گیری اعضای آکادمی به وجود میاره که خیلی جالب هستش. یعنی نشون میده که در عین حال اینکه توجه داره به یک فیلم صامت که اصلا حرف نداره، چند کلمه زیرنویس داره، در عین حال توجه داره به یک فیلم پر دیالوگ مثل جدایی نادر از سیمین. البته آقای فرهادی در فیلم های دیگه خودشون هم تأکید روی دیالوگ داشتن، ولی در مسیر فیلمسازی ایشون ما مشاهده میکنیم فیلم ماقبل آخر ایشون، فیلم چهارم ایشون درباره الی، فیلمی است که خیلی به سینمای ناب و سینمای کلاسیک نزدیک میشه به دلیل اینکه خیلی دارای تصویره و دیالوگ در عین حالی که سهم عمده‌ای در این فیلم داره، ولی در لحظاتی فقط شما تصویر رو میبینید که داستان رو روایت میکنه خیلی زیبا. مثلا 3 موردش رو من به طور عمده مثال میذارم، ولی موارد دیگه در این فیلم درباره الی وجود داشت. یکی صحنه در واقع شک مفقود شدن الی در دریا و جستجوی او توسط دوستان و همسفران او در دریا بودش که دوربین فیلمبردار هم به داخل آب میره، حتی بعضن چندین بار به زیر آب غوطه‌ور میشه و شما فقط صدای آب رو میشنوید، صدای موج، صدای باد و صدای کمک، داد و فریادی که دنبال الی میگردن و همین. دیالوگی نیست. شاید حدود 10 تا 15 دقیقه از فیلم صحنه‌هایی است که برای نجات اون کودکی که اون هم در دریا غرق شده بوده و بالاخره از آب میگیرنش و نجاتش میدن و آب تخلیه میکنن از ریه او، و همطور الی بوده که در 2 مرحله اینا به دریا میذارن و این صحنه فقط تصویر هستش و البته صدای نچرال، صدای طبیعی باد و موج و آب و اینها، ولی صدای دیالوگی از آدم و هنرپیشه‌های این فیلم دیده نمیشه در این صحنه‌ها. قسمت دیگه پیش از مفقود شدن الی در موقع در روی ماسه ها داره با بادبادک بازی میکنه، بادبادک رو به هوا میفرسته
صحنه کوتاهی البته شاید 4 5 دقیقه باشه که فقط الی رو زوم میکنه و در کلوزآپ یا میدیوم شات قرار میده و فقط روی الی کار میکنه دوربین و بادبادک و اینجا هیچ صحبتی نیست، صدایی نیست، یک مقدار صدای باد شنیده میشه و رقص زیبای اون بادبادک در تصویر هستش که تصویر هستش، اینجا تصویر ناب و محض هست و سینمای ناب و محض هست. قسمت دیگه که در فیلم درباره الی باز مصداق همین مسئله تصویری کار کردن آقای اصغر فرهادی هست اینه که اون قسمتی که در داخل ویلا پانتومیم بازی میکنن اینها و بعضی فکر میکنن یه قسمت جوکیه یا فقط واسه به عنوان نقش فیلر و پرکننده و یا سرگرمی در داخل فیلم، در حالی که به ظاهر ممکنه بعضی از بینندگان اینطور قضاوت داشته باشن، قضاوت غلطیه. این یکی از کلیدی‌ترین صحنه‌های فیلم هست. به پرسشایی که اونا مطرح میکنن خیلی نگاه نکنید حاج زنبور عسل، مادر حاج زنبور عسل یا دم بچه‌های دانشکده علوم گرم، اینها یه مقدار قسمت سطحی جریان، حالا هر سوالی باشه، هر معمایی باشه، هر 20 سوالی باشه، ولی وقتی که به پانتومیم اجرا میشه، پانتومیم یعنی چی؟ یعنی سینمای ناب، سینمای خالص. یعنی اون فرد اجرا کننده میاد با یک سری حرکات مفهومی رو میخواد برسونه، این افراد با یک سوالای خیلی کوتاه سعی میکنن که کمکی به خودشون بکنن و اون فرد جواب دهنده باز با حرکت سر بله و نه این جواب میده، صحبتی نمیکنه. پس بازم بعد یک حرکت دیگه رو ادامه میده، مثلا میگه این بچه است، یعنی و اصل رو به این شکل نشون میده. تمام اینها حرکت هایی است که در فیلم درباره الی در شاید مدت 10 تا 15 دقیقه 4 5 نفر پانتومیم اجرا میکنن و دوستانشون جواب این پانتومیم ها رو میگن، بعضا به غلط و بعضا به درستی. نشون میده که چقدر قشنگ میشه از طریق بازی بدون صدا، بدون دایالوگ، بدون حرف، بدون صحبت مفاهیم رو منتقل کردش و ارتباط برقرار کرد. پس آقای فرهادی با این پیشینه قوی از لحاظ تصویر در فیلم درباره الی قدم میذاره به جدایی نادر از سیمین و یک فیلم میذاره پر از دیالوگ، پر از جزئیات که به قول خودش یکی از دلایل گیرایی و جذابیت این فیلم برای خارجی ها در جشنواره جهانی همین مسئله جذابیت فیلم بوده، جذابیت جزئیات فیلم بوده و این جزئیات خارجی‌ها رو خیلی جذب کرده که درست هم هست واقعا ترکیب این جزئیات. منتها به علت اینکه این فیلم به زبان فارسی مطرح شده و اکثر افرادی که به این فیلم توجه کردن فارسی زبان نیستن، باید با خوندن اون زیرنویس‌ها تعقیب بکنن، تقریبا یه مقدار زیادی تمرکزشون متوجه زیرنویس‌ها و خوندن زیرنویس‌های پرحجم میشه و بعد حلاجی اون و آنالیز اون و ربط دادن اون میشه. اینه که مجبور هستن این فیلمو چند بار ببینن. شما اگه بخواید از زیرنویس انگلیسی یا فرانسه این فیلم استفاده کنید برای درک اون فیلم، باید چندین بار فیلم رو ببینید. حتی اگر به مفاهیم فارسی تسلط داشته باشید و با شنیدن کلام این فیلم اون فیلم رو بخواید تعقیب کنید، شاید لازم باشه چندین بار این فیلم رو ببینید عقب و جلو تا اینکه یک مطلب یاد بنویسید یا اینکه حفظ کنید، چون مطالب هی به هم ربط دارن. اونجا تو اینو گفتی، اون اونو گفت، اون اگه اینو گفت پس اون کارو کرده بود. یه مسئله که اول فیلم اتفاق میفته بعد در آخر فیلم تازه مشکل آفرین میشه و یا حل کننده یک معمایی میشه. مثلا اون پولی که سیمین برداشته بود از کشو و فکر میکردن که اون خانم کارگر برداشته، در انتهای فیلم تازه ربط پیدا میکنه. در نتیجه یه بیننده فیلم حتی به زبان فارسی مجبور تمام صحنه‌ها رو حفظ کنه یا بنویسه یا اینکه چندین بار بازگشت پیدا کنه، در حالی که در فیلم‌های دیگه آقای اصغر فرهادی این حالت نبود. اون 10 15 دقیقه که الی در دریا قرار شده دنبالش میگشتن یا اون کودک در دریا بود، فقط صدای آب بوده و موج و دریا. شما دیگه لازم نیست اون صحنه رو 10 بار یا 2 بار ببینید. برای زیباییش ممکنه چندین بار ببینید، جذب زیباییش بشید که واقعا فیلمبرداری جالبی انجام شده، ولی به خاطر درک مفهوم حرفایی که اونها هم می‌زدن دوباره برنمیگردید ریوایند کنید برید عقب نگاه کنید. پس جزئیات این فیلم جدایی نادر از سیمین خیلی زیاد هست و به خصوص اگر بخواد به زبان انگلیسی یا فرانسه فهمیده بشه باید چندین بار دیده بشه و خونده بشه. خب حالا می‌بینیم که آکادمی اسکار یک کانتراستی درست میکنه در کنار یک فیلم سینمای صامت، سینمای سیاه و سفید، میاد به یک فیلم پر دیالوگ، پر از صحبت، پر از حرف و پر از جزئیات مثل جدایی نادر از سیمین توجه میکنه و اون هم یک جایزه میده. علاوه کانترست خب جالبه، خیلی کانترست رو دوست ندارن یک جور جایزه داده بشه.
در یک جشنواره و اصول و مبانی جایزه دادن از فیلم به فیلم دیگه فرق کنه. به یه فیلم صامت توجه کنید، در این حال به یه فیلم پرحرف هم توجه کنید. خب این جالبه، ولی به هر حال ما رو نمیتونه از این تضاد جشنواره اسکار ناآگاه بکنه که اینها به هر حال خودشون هم نمیدونن که دنبال چی هستن. آیا عاشق سینمای صامتن و به اون میخوان بپردازن و یا آیا عاشق فیلمی پر از دایالوگ و پر از صحبت هستن. در مورد رنگ و تصویر فیلم نادر از سیمین، این فیلم سیاه‌سفید نیست، ولی به خاطر استفاده از رنگ‌های خاصی این فیلم رنگارنگ نیست، در نتیجه یک فیلم تمام کالر تمام رنگی نیست و فیلترهایی که فیلمبردار آقای کلاری استفاده کرده در این فیلم رو به یک صورت نه خاکستری ولی تقریبا شاید بشه زمینه شیری رنگ به این فیلم داده، زمینه زرد این فیلم داده که در تمام صحنه ها این دیده میشه و به نوعی این فیلم رو تک رنگ کرده، سیاه‌سفید نه، ولی از اون حالت رنگین فیلم درباره الی که شما قرمز رو میبینید تو زمینه قرمز بادکنک رو در زمینه آبی آسمان میبینید، اینها نیستش و فیلم دارای حالت تک رنگی هست. خب این هم یک مقدار اون رو نزدیک می‌کنه به یک فیلم سیاه‌سفید و فیلم آرتیست که در زمینه سیاه‌سفید گرفته شده و برداشته شده، ولی فیلم درباره الی، فیلم جدای نادر از سیمین، با اینکه فیلم تمام رنگی نیست، سیاه‌سفید نیست، ولی خب تمام رنگی هم نیست، یک زمینه از لحاظ رنگی در این مابین قرار گرفته. یکی از جنبه‌های دیگه سکوت و حالت تصویری داشتن فیلم درباره الی صحنه‌های آخر فیلم بودش که این افراد برای بیرون آمدن دو ماشین یا یه ماشینی که در دریا گیر کرده بود داخل آب، چون می‌خواستن جستجو کنن شبانه به دنبال جنازه الی باشن، ماشین گیر کرده بود و ماشین دوم هم وارد میشه صحنه که اون بکشه بیرون و این لانچ شات هست، کاملا از فاصله دور برداشته شده و فقط صدای موج دریا، خروش شکسته شدن موج ها رو می‌بینید در ساحل و تصویر آسمان خاکستری که ابری هست، ابری تند و خاکستری تند و تصویر دریا که اونم خاکستری شده و چندی آدم که دارن ماشینا رو از تو آب میشه بیرون، بعد اینکه جنازه رو پیدا نمی‌کنن نامیشه حداقل ماشینا رو نجات بدن و این هم سکوت هست، یعنی سکوت از لحاظ دیالوگ، ولی صدای طبیعت، صدای موج دریا، باد و شکست شدن موج دریا در ساحل که 5-6 دقیقه انتهای فیلم رو شامل میشه. اینی که حدود بالغ از بر نیم ساعت 30 دقیقه از فیلم درباره الی سکوت محض هست، سکوت کامل افراد هست و حرکت دوربین، در حالی که در فیلم جدای نادر از سیمین شما لحظه رو ساکت پیدا نمی‌کنید، مگر اون موقعی که مثلا در خیابان ترددی هست و صدای بوق ماشین و اتومبیل میاد. خیلی صحنه‌های کوتاهی هستش که واقعا گذرا هست و عمرش به چند ثانیه هم نمیرسه. به هر حال این یکی از مواردی بودش که پیرامون دریافت جایزه آمریکایی اسکار، مشهورترین و مهمترین جایزه سینمای آمریکا، توسط آقای اصغر فرهادی برای فیلم جدای نادر از سیمین که از لحاظ دیالوگ در کانترست شدید با فیلم اول این جشنواره یعنی آرتیست هست بود و اینکه ایشون چه مسیری رو از سیمرغ جشنواره فجر تا اسکار جایزه آکادمی طی کردن و این گونه بود پیوند اصغر و اسکار از لحاظ سینمای صامت بی کلام بدون دیالوگ در مقابل سینمای پر حرف وراج و پر از دیالوگ و پر از حرف و پر از جزئیات گفتمان اجرا شده مابین هنرپیشگان و کاراکترها که نشنیدن و یا از دست دادن بخشی از اون منجر به سوء برداشت میشه و یا ما رو مجبور میکنیم دوباره بریم اول فیلم رو بشینیم و اون قسمت ها رو تکراری بعضا چندین بار ببینیم و بتونیم این مراحل فیلم رو به همدیگه ربط بدیم و از اون یک نتیجه گیری کامل و کلی داشته باشیم.